همسرانی که اویدی وابستگی شوهرانشان به پورنوگرافیا مصلحت میپرسند، اکنون پورنوگرافیا را همچون عادتی بگناهی که همه مردان در آن شرکت می‌ورزند قبول نمی‌کنند. سبب این عادی است. آنها اکنون تأثیر خطربار پورنوگرافیا را که در رابطه زناشویی آنها به وجود آورده است حس کردند. دیگر آنها فهمیدند که همسرانشان برای لذت‌های خود با آنها دقیقاً مانند اشیاءهای جنسی مناسبت کردند. نه تنها این، بلکه آنها این چنین درک کردند که شوهرانشان از آنها خواهش کرده بودند که با شکل‌های غیر طبیعی و غیر عادی خورکننده عمل‌های جنسی که پیش عادت نداشتند مشغول شوند. و این همان چیزی است که پورنوگرافیا می‌آموزاند. آن فهمیش ما را تحریف می‌کند درباره مناسبت واقعی ازدواج در بین همسران. مشکلی این است که اکثریت مردان، اگر نه همه، که پورنوگرافیا را تماشا می‌کنند باوری دارند که این چیزی مقرری است و زنان در اصل از این نمود فعالیت‌های جنسی لذت می‌برند، از جمله علاقه جنسی از خلف، درمان کردن آنها با واسطه لط و کوب، ضربه و غیره. این است آن چیزی که پورنوگرافیا تعلیم می‌دهد و همین طور مناسبت‌های عائلوی ویران می‌شوند. برای زن‌هایی که حاضر مرا گوش کرده ایستادند، این را در خاطر دارید. این را خیلی خوب در خاطر دارید. اگر شوهران شما از شما خواهش کردند که به علاقه جنسی غیر عادی و غیر طبیعی مشغول شوید، پس این نشانه آن است که او پورنوگرافیا را تماشا کرده ایستاده بوده است و احتمال دارد که او به آن وابسته شده است. شکل پیچیده علاقه جنسی که توسط پورنوگرافیا پهن است می‌تواند به جنایت‌های خطرناک نسبت زنان در مجموع آورده رساند، از آن جمله تجاوز، شکنجه و ضرر اموشنالی. زیرا این همان چیزی است که آنها در محصولاتشان نمایش می‌دهند. همین طور شخصی که دائما این منظره‌ها را تماشا می‌کند، صحنه‌های دیده‌اش را عمل خواهد کرد. او را به سمت حیات پس پنجره خواهد برد و بدترش این است که مردانی که به پورنوگرافیا و ماستورباسیا دست زدند در اول فکر می‌کردند که پورنوگرافیا راهی برای تکمیل گردانیدن قابلیت جنسی میباشد، اما در مدتی نه آنقدر طولانی آنها این چنین دریافتند که از مناسبت‌های واقعی عائلوی دیده پورنوگرافیا و ماستورباسیا را اولاد دانستند. برای معاینه سرها عادت شده است که لذت‌های جنسی تنها توسط پورن و ماستورباسیا دسترس کرده می شود. در نتیجه بسیاری از آنها از این پتن گفتنی بیماری یا ناتوانی در اجرا کردن علاقه جنسی با همسر اذیت کشیدند. این را با من تصور کنید. شخصی که پورنوگرافیا را لذت بخش دریافته است، زیرا او از جهت شهوانی در هیجان است، میتواند که پرره از علاقه جنسی داشتن محروم گردد. باور کنید، من باوری دارم شما نمیخواهید به این حالت گرفتار شوید. چطوره که میبینید این مشکلی ها جدی هستند و برای ازدواج ها و مناسبت های زناشویی خیلی زیان آورند. نه تنها این، آن میتواند که به عزت و ارزش زنان ضرر زیاد رساند. زیرا وقتی که شوهرانشان ناتوان میمانند در وقت علاقه جنسی، در اکثر حالتها بسیاری زنان خود را عیبدار میکنند که به قدر کافی جالب نیستند و چه چیز وضعیت را از این هم بدتر خواهد کرد اگر زنها به سن و سال رسیده باشند که ما آن را پیرانسالی میشماریم. ضررهایی که از جانب پورنوگرافیا به مناسبت‌های زناشویی می‌رسد واقعی است، اما آن چیزی که یادداشت کرده شد کفایه است برای شما تا اینکه بس کنید و کمک جویید. من باوری دارم این برای شما بیشتر از کفایه است تا اینکه تصمیم گیرید. پس چیست تصمیم شما؟